حضوارش ها یه سری کلمن، یعنی خیلی مشخصن. یه تعداد مشخصی ما حضوارش داریم در ادبیات پهلویمون، از ادبیات دوره پهلوی به جا مونده، که اینا به خاطر حضور منشی‌های آرامی بوده، یا منشی‌هایی که زبان مادریشون و الفبای مملکت خودشون یه چیز دیگه بوده، ولی در دربار ما بودن و کارهای نگارشی ما رو انجام میدادن. اینطوری بوده که دبیرها براشون میگفتن، اونا مینوشتن و بعد این ارسال میشده به این نامه ارسال میشده به جای دیگه و دبیر دیگه ای که اونجا بوده اونم آرامی بوده مثلا و میدیده که اینها نوشته شده به آرامی و میخونده به همون زبان فارسی. یعنی در واقع مکاتبه دبیرها با هم دیگه بوده و اونها زبان خودشونو برای مردم زبان ما ترجمه میکردن. یه سری کلمه ها بوده که نمیتونستن براش معادلی پیدا کنن، همون جوری که میگفتن مینوشتن. یعنی مثلا کلمه ام یعنی مادر در ادبیات پهلوی ما یک حضوارش به حساب میاد. مثلا ما توی یک متن پهلوی به کلمه مادر برخورد میکنیم، ولی اون کلمه مادر نوشته نشده، نوشته شده اما ما میدونیم که این حضوارشه و معنیش یعنی مادر، نگارشش همون هست، ولی ما بهش میرسیم میخونیم مادر و همونطوری هم ترجمهش میکنیم. امیدوارم منظورمو رسونده باشم که حضوارش ها چیا هستن.